サクコ、どこ行くの？こっち通るの珍しいね。今は誰かと喋りたくて。私も後から行くね。うん。じゃあね。裏切り者。بعد از موفقیت سایلنت هیل 2 ریمیک و رضایت گیمرها از این بازی، کنامی برگشت و برخلاف نسخه های قبلی که بیشتر فضای غربی داشتن، ما رو با جدیدترین اثر خودشون به اسم سایلنت هیل اف به قلب تاریک ترین افسانه های ژاپن ببرن. به قول چند تا از توسعه دهنده های این نسخه، خبری از خیابونه غربی نیست و همه چیز 100% ژاپنیه. اما چرا این نسخه اینقدر خاصه؟ بیاین با هم تمام نکاتی که قبل از عرضه بازی باید بدونیم و یه مروری بکنیم. اول از همه سازنده ها ایده اصلی این بازی رو اینطوری توصیف کردن: زیبایی رو باید در دل وحشت پیدا کرد. داستان سایلنت هیل اف توی دهه 1960 ژاپن روایت میشه و داخل یک روستای خیالی به اسم ابیسو گاوکاه که معماری سنتیش رو از یک شهر واقعی به اسم کانایاما الهام گرفتن. جالبه بدونین که تیم سازنده یعنی استودیو نیو بارز اینترتینمنت از هنگ کنگ به این منطقه سفر میکنن تا عکس و صداهای محیطی و جزئیات معماری رو ضبط کنن و ازشون استفاده کنن. حتی ظاهر محیطا رو طوری بازسازی میکنن که حس اون دوره رو به خوبی بهتون منتقل کنه. از اونجایی که سایلنت هیل اف، یه لحظه صبر کن، این اف چرا باید تو بازی باشه؟ 1000 تا مخفف میشه باهاش چید. بابا این همه اسم، این همه پسوند. بگذریم، داشتم میگفتم. از اونجایی که سایلنت هیل اف توی ژاپن و کیلومترها از شهر اصلی سایلنت هیل دوره، منطقیه که داستان دیگه‌ای هم داشته باشه، درسته؟ و جدا از اون ایستر اگ و اشاره‌هایی هم داره به نسخه‌های قبلی که طرفدارای قدیمی میتونن اونها رو هم پیدا کنن. یکی از معروف‌ترینشون سلاح لوله آهنیه که توی تریلرهای بازی هم ازش استفاده شده و میتونیم ببینیمش. اما اگه بخوایم به سلاح گرم اشاره کنیم، به نظرم برای قهرمانی به این جوونی احتمالش کمه که سلاح گرم داشته باشیم، یا اگر هم باشه خیلی کمه، چون طبیعتاً کاراکتر اصلی هیچ تجربه‌ای توی این زمینه نداره. اسم شخصیت اصلی ما هیناکو شیمیزوئه که باید رمز و رازهای بازی و دلیل اتفاقاتی که پیش اومده رو پیدا کنه و بفهمه. دقیقاً مثل نسخه های قبلی ما دو دنیای متفاوت رو میتونیم ببینیم. فاگ ورلد که همون نسخه مه‌آلود و خالی از سکنه اون شهره که داخلش هیوله ها هم کمین کردن، و توی آدر ورلد این بازی هم خبری از مکانهای فلزی و زنگ زده نیست و محیطا اکثراً چوبی ان و با قارچ‌ها و گله قرمز پوشیده شدن که به نظر میاد همینا باعث یک سری تغییرات شدن. یک سری از هیوله های بازی رو وقتی میبینین اولش ممکنه بگین خب اوکیه دیگه، این که کاری نداره، نهایتش یکم عجیب و غریب ظاهرش، اما نمیدونین که اگه بیفته دنبالتون چه کارایی میتونه بکنه. توی بازی ما پر از مانکنای متحرک داریم، یک سری موجود عروسک مانند پاسوزنی و حتی موجودای بزرگتر که مطمئنم مقابله کردن باهاشون قرار نیست کار راحتی باشه، اما به صورت کلی هر کدومشون دیزاین خاص و جالبی دارن. اگرم نسخه های دیگه سایلنت هیل رو تجربه کرده باشین، میدونین که کلا سری سایلنت هیل اونقدر قرار نیست اکشن باشه و زیاد شما دفاع خاصی در برابر دشمناتون ندارین و بهتره بعضی وقتا حتی فرار کنین. یک خبر خوب برای فنای فرانچایز سایلنت هیل اینه که آکیرا یاماوکو، آهنگساز خفن این فرانچایز، کارهای موسیقی این نسخه رو به عهده داره. تا حدی این مسئله هم براش اهمیت داره که به همراه تیمش به محل الهام بخش بازی سفر میکنن تا صداهای محیطی رو ضبط کنن و ازشون توی یک سری جاها استفاده کنن. این واقعا خوبه که آدم ببینه سازنده ها اینطوری به ساخت اجزای مختلف یک بازی اهمیت میدن و میخوان که پلیر حس و حال بازی رو کامل درک بکنه. چی بهتر از این؟ هم فروش خوب، هم رضایت سازنده، هم رضایت پلیرها. نسخه استاندارد سایلنت هیل اف توی تاریخ 3 مهر 1404 برای کنسولای نسل 9 و پی سی با قیمت $70 منتشر میشه. نسخه دیلاکسش هم شامل یک سری آیتم و آرت بوک دیجیتال بازی و ساوندترک های بازی میشه که به قیمت $80 فروخته میشه. اگر هم بازی رو پیش خرید کرده باشین، یک کاستوم سفید میگیریم با یک سری آیتم خاص مثل اوماموری.
در کل این بازی به احتمال زیاد نسخه خفنی از آب در میاد و فکر میکنم میتونه موفق بشه و همونطورم که انتظار داریم با ترس روانشناختی طرفین و حتی توی توضیحات بازی هم گفته شده که اگه جایی احساس ناراحتی کردین یا حس و حال بدی گرفتین استراحت کنین و برای مدتی به بازی ادامه ندین. ولی یک سوال میخوام ازتون بپرسم، به نظرتون کلمه F داخل اسم بازی به چه چیزی اشاره میکنه؟ نظرتون رو حتما برام بنویسین. ممنونم که تا اینجا ویدیو با هم همراه بودی. اگر ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و یادت هم نره که کانال رو سابسکرایب کنی تا ویدیوهای جدید رو از دست ندی.